mana ما امروز درخت پیستاشینان را سر کردیم. این خاک با پارو آمیخته شده. با این خاک ما پیستا میکاریم. کنه بیاریتون زنبره بیاریتون. من اینجا دیده است که زمین ما زمین خاک سفید است. در اینجا نهال شناندن جدا مشکل. تا خاکش را عوض نکنید نهال نمی شود. شودم افزایشش سوست میشه، جدا سوست می شود. من اینجا درخت پیستا شناندیم ما. این پیستی ترکی. این چقرا 60 به 60 70 به 70 پریمیر نمخه شدگی. من هر یک راسته یعنی درختای ما 5 متر می باشد. ما از همین پایان خاک سیاه رو گرفته آورده با پارو آمیخته کرده در همین باغ للمه درخت شنانده شده ما.